خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره بهتون آهنگ نمیتونم فراموش کنم از دورچی رو آموزش بدم. آکورد Are you serious with me? بچه‌ها بعد میگین چرا دیگه به این ویدیو میذاری؟ بیا 2000 years later. خب سلام، خیلی خوش اومدین. خب ببینید بچه ها، اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع این آهنگ باید توسط کاپو نواخته بشه. پس کاپو رو میبندیم روی فرت 8. ببینید این 7، اینم از 8. بریم سراغ آکوردا. ببینید آکوردا کلا این آهنگ 3-4 تا آکورد بیشتر نداره. خیلی آکوردای راحتی هم هست. اولین آکوردش لا مینور، انگشت 1 روی سیم 2، انگشت 2 روی سیم 4، انگشت 3 روی سیم 3. آکورد بعدی سل ماژور هست، انگشت 1 روی سیم 5، انگشت 2 روی سیم 6 و انگشت 3 روی سیم 1. به این شکل هست. آکورد بعدی می مینور هست. می مینور خیلی ساده، فقط انگشت 2 و 3 رو داریم. انگشت 2 روی سیم 5، انگشت 3 روی سیم 4. آکورد بعدی آکورد فا ماژور. انگشت 1 رو اولا که به صورت باردار میذاریم روی فرت 9، بعدی انگشت دومی روی سیم 3 اینجا توی فرت 10 و انگشت بعدی فرت 11 سیم 5، انگشت بعدی هم دقیقاً زیرش قرار میگیره. این آهنگ ریتم 4/4 هست. خب 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و ببین 4 میوته. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 پایین، 1 و 2 و میاد بالا، 1 و
همین چیزی و 4 و میوته. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. اگر آهنگای دیگه رو دوست دارین براتون بسازم بازم توی کامنت ها برام بنویسید، کامنت هاتون رو حتما میخونم. اگر میخواین آکورد و متن این آهنگ رو به طور کامل داشته باشین حتما به لینک اینستاگرامی که توی دیسکریپشن میذارم حتما سر بزنید. توی هایلایت گیتار میتونید اونجا متن کامل همراه با آکوردا رو براتون اونجا میذارم و میتونید ببینید. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. کجایی بگو الان تنها کسی که داشتم بشمت بینام. کجایی بگو الان ممکنه بمیرم نبینمت بودن تو ندارم انگار یادت رفته من کجا